امام حسین رضی الله تعالی عنہ ایام که ایام محرم هستند و قیام امام حسین رضی الله تعالی عنہ بر همین اساس بود که امام حسین وقتی دید که مدیریت به دست مدیریت جهان اسلام و قلمرو عالم اسلامی که او زمان بسیار گسترده بود و بسیار یک بخشی از جهان در دست مسلمانان بود، وزیر یک حکومت بودند، زندگی می کردند. وقتی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ به شهادت رسید و حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرزند حضرت علی به جای ایشون آمد، اختلاف از زمان شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ در جریان بود و جنگ جمل و صفین در بین مسلمانان گذشته بود. لہذا حضرت امام حسن دعوت کردند به هر حال مذاکره و در نتیجه یک مذاکره تمام قلمرو عالم اسلام را تحویل دادم به معاویه رضی الله تعالی عنہ. گفتن نمیخواهم که در میان مسلمانان اختلاف بشه، در حالی که بیشترین حکومت در دست امام حسن بود و روزی آن حضرت بر منبر نشسته بود و پالوی آن حضرت امام حسن بچه بود نشسته بود. آن حضرت صحبت میکردن با مردم، یک نگاهش به مردم بود و نگاه دوم را به امام حسن کرد و گفت که این فرزند من آغاست و شاید به وسیله این فرزند من یک اختلاف بزرگی را الله تعالی از درمیان امت بردارد. و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده و همون پیشگویی آن حضرت شد که امام حسن گفت که ما نمیخواهیم که اختلاف در بین مسلمانان باشه. معاویه رضی الله تعالی عنہ گفت که شما این حکومت اسلامی را اداره کن و نگهداری کن. و اهل بیت در زمان سیدنا ابوبکر قیام نکردند، در زمان سیدنا عمر قیام نکردند، در زمان سیدنا عثمان قیام نکردند. ولی وقتی که دور معاویه آمد و حضرت حسن صلح کرد هم قیام نکردن بعد. ولی بعد از معاویه رضی الله تعالی عنہ وقتی که دیدن که حکومت در دست یزید افتاد و یزید جانشین پدرش شد، ناراض شدن روی مسئله، چرا که یزید شایستگی نداشت. یزید حاکم ناتوان بود، مدیر ضعیف بود و نتوانست که جهان اسلام را مدیریت کنه، جهان اسلام را اداره بکنه، عدالت را گسترش بده و عدالت به خطر افتاد، حقوق ضایع شدن. ولهذا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ و بعض دیگر از صحابه هم بیعت نکردن با یزید، او را شایسته ندانستن. مردم مدینه بیعت نکردن، مردم مکه که آنجا صحابه بودن بیعت نکردن و عبدالله بن زبیر در مکه حکومت تشکیل داد و اهل مدینه هم بیعت نکردن و بزرگان اهل مدینه و یزید لشکرکشی به مدینه انجام داد و واقع حرا از تلخترین حادثه های تاریخ و نشانه ظلم یزید و یزیدیان که در مدینه منوره چه جنایات و چه خونریزی های انجام دادن و چقدر صحابه و تابعین و بزرگان و اهل مدینه را به شهادت رسوندن. ولهذا امام حسین رضی الله تعالی عنہ هم قیامش برای همین بود که الان حق و حقوق داره ضایع میشه، عدالت اجرا نمی شود و مدیریت در کشور
در قلم روی عالم اسلام در دست مدیران ضعیفه و نمیدانند چگونه حکومت کنند، چگونه کشور را اداره بکنند و احساس خطر کرد و لحاظا امام حسین رضی الله تعالی عنه قیام کرد. قیام امام حسین برای قسط بود، برای اجرای عدالت بود، برای احقاق حق بود و قیام امام حسین رضی الله تعالی عنه برای ملک گیری نبود، برای حکومت نبود. نخواستند که حاکم بشن امام حسین، ولی خواستند که مدیریت از دست مدیر ضعیف خارج بشه و یک انسان شایسته در قلمرو اسلام، عالم اسلام حاکم باشه و عدالت را گسترش بشود. برای اجرای عدالت و انصاف امام حسین رضی الله تعالی عنه قیام کرد و متاسفانه حادثه که رخ داد در عاشورا یکی از تلخترین حوادثه. واقع حرا که در مدینه رخ داد یکی از تلخترین حوادثان که در زمان حکومت یزید رخ دادن و برای بقای حکومت، برای ادامه حکومت خودش، یزید که یک حاکم مستبد بود و یک حاکم خودکامه بود و حاضر نبود مشوره کنه، حاضر نبود با این بزرگان بشینه و خودش را اصلاح کنه. حرف کسی را گوش نکرد، حرف مصلحان و دلسوزان را که در اون زمان فراوان بودن، زیاد بودن اون زمانه، صدر اسلامه و لحاظا امام حسین رضی الله تعالی عنه به قیام فرمودن و یزید متاسفانه برای بقای حکومتش، برای ادامه قدرت، لحاظا دست به ریختن خون امام حسین زد و یزید و یزیدیان، طرفداران یزید و جنایت کردند که جهان اسلام و انسانهای آزاده دنیا اونها را برای این جنایت نمی بخشد تا قیامت. و الله تعالی اونها را هم بعد از شهادت امام حسین به اشد مجازات گرفتار کرد و یزید حکومتش هم ادامه پیدا نکرد و چند سال بعد یزید در سن جوانی رفت و بالاخره ناکام شد و بالاخره نتوانست حکومت ادامه بده و الله تعالی او را از دنیا بردند و مرد و با این حال که همه مردم او را نفرین کردند و بد و بیراه گفتند که این چه جنایتی که شما انجام دادید، به خاطر بقای حکومتتون شما دست به پاکترین خونها زدید و خونه پاک مثل امام حسین و یارانش را ریختید و مورد ملامت و سرزنش همه مسلمانان قرار گرفت و یزید هم ناکام شدند در کارهای خود و از مردند و از دنیا رفتند و این نتیجه سروران گرامی استبداد و ظلم و خودکامگی یزید بود که یزید اگر خود را در اختیار صحابه می گذاشت که حیات داشتن، مثل امام حسین، مثل عبدالله بن زبیر، مثل عبدالله بن عمر، مثل جابر رضی الله تعالی، دیگر صحابه که حیات داشتند، بالاخره و مشورت می کرد و حرف گوش می داد، یزید با این روزه سیاه گرفتار نمی شد. یزید حاضر نشد حرف کسی را بشنود، حاضر نشد با کسی بشینه، حاضر نشد بگه که من راهنمایی کنید، من در هر چه شما بگید میکنم و من راهنمایی کنید. نه خیر، او خودش را خود کفا دانست و بی نیاز دانست از رای صحابه
و تربیت یافتگان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و مسلمانان بزرگ و انسانهای آزاده او زمانه و نتیجهش آخر پشیمانی و حسرت و این همه ناراضگی مردم و نفرین مردم که پشت سر یهود شد یزید شد از همین خودکامگی بود. و امام رحمه الله با این قیام درس دادن، درس آزادی را دادن. چون امام حسین گفتن که شما آب هم بستند بر امام حسین و در کنار رودخانه عراق که پر از آب بود نگذاشتن که آب برم بردارم و آب تمام شد و تشنه شدن و بالاخره گفتن که اسیر بشه که پیش یزید او را ببریم و تا یزید در حق او فیصله بکنه. گفت که ذلت نمیتونه تحمل بکنه، ولی گو اگر رای من ویل بکنید من از این رای که آمدم پس برمیگردم، به مدینه برمیگردم، به مکه برمیگردم. و من راضی نبود امام حسین برای جنگ و برای جنگ هم نیامده بود، با خود لشکر آورده بود. این همی افرادی که امام حسین همراهی کرده همراه بوده و اگر امام حسین لشکر می آورد می جنگید با اونا و بر اونا فیروز می شد. ولی امام حسین فرمود که برای جنگ نیامده، بر حسب دعوت مردم کوفه آمده. الان که مردم کوفه بالاخره بر وعده خودشون نیستن، اجازه بدید تا من برگردم. گفتن نه اجازه برگشت نمیدیم، یا مرگ و کشتن یا اسارت. گفت پس از اسارت ترجیح میدم شهادت را که من اینجا کشته بشوم، خونم بریزه، ولی ذلتی را من نمیتوانم تحمل کنم که در دست ناکسان و نااهلان من اسیر بشم و من زن و بچه من اسیر بشم برم. از این دیگه مرگ ترجیح میدم. حیات من الذله که منقول به امام حسین منصوبه، معنایش همینه. گفت که من ذلت نمیتوانم تحمل بکنم، شهادت قبول میکنم، ولی اگر مسئله اسارت نباشه من پس برمیگردم. و اینا تحصیدن که اگر امام پس برگرده بالاخره آخر الامر مشکلات برایشون ایجاد میشه. روی این متاسفانه دست به ریختن خون فرزند حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دست به ریختن خون بهترین انسان ها زدن و بالاخره شیطان اونها را فریب داد و بعد همه اینها را الله به ذلت و رسوایی که ظلم انجام داده از بین بود. عاقبت کسانی که ظلم بکنند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کسانی که ظلم بکنند الله تعالی می فرماند قریب می دانند که به کجا خواهند برگشت و با چه سرنوشته در تاریخ روبرو خواهند شد و مواجه خواهند شد. و سرنوشت یزید و یزیدیان بسیار بد شد و تاریخشان سیاه شد با این عملی که انجام دادن، عمل شنیع. ولهذا قیام امام حسین یک درس برای همه مسلمانان است و یک درس برای تمام انسانیت و انسانهای آزاده که آزاده فکر میکنند و میاندیشند به آزادی و آزاده هستند. برای اونها درس هست.